توی این ویدیو میخوام باحالترین، بهترین و آسونترین ستاپی که شما میتونید در تایم های پایین ازش استفاده کنید و بهتون معرفی کنم. حتما این ویدیو رو تا آخر ببین، چون قراره که با این ستاپ زندگی عوض بشه. خب ما تو جلسات گذشته اومدیم و در مورد اوپن آسیا و اوپن لندن صحبت کردیم. امروز میخوام در مورد اوپن نیویورک صحبت کنم. یکی از ساده ترین ترید هاست، یعنی شما در روند رو کامل در تایم در روزانه داری، چون لندن رو قبلش داری و میتونی خیلی راحت بیای و وارد مارکت بشی و یه سری ستاپ های یک به یک خوشگل رو بگیری که در اکثر مواقع هم ستاپات به ثمر میشینه و به سود میرسه. حالا اول بریم ببینیم تایم لندن، تایم آسیا، اوپن آسیا از چه بازه‌ایه. اوپن آسیا در واقع از بازه 7 تا 9 صبح. دوباره تاکید میکنم 7 تا 9 صبح یعنی که شما میای اینجا بازه زمانی رو روی نیویورک میذاری، UTC -5 نیویورک روی این قرار میدی و بعد طبق تایم نیویورک میای از ساعت 7 تا 9 بازه خودتو مشخص میکنی که بهتر این رو از ساعت 6 تا 10 بگیر. من همیشه توی لندن هم گفتم بازه مناسب و ایدالش 2 تا 4، ولی من 1 تا 5 در نظر میگیرم. اینجا هم بازه مناسبش 7 تا 9، ولی من از ساعت 6 تا 10 در نظر میگیرم و اگر تا ساعت 9 تریدی بهتون نداد دیگه باید بیخیال بشی، یعنی از ساعت بازه از ساعت 6 تا 10، ولی از ساعت 9 تا 10 دیگه شما تریدی رو نمیگیری. از بازه 6 تا 9 در واقع از بازه 7 تا 9 دنبال ترید میگردی و 6 تا 10 هم که خودت داری. خب بازه زمانیشو گفتیم، حالا بریم یه سری مثال رو بررسی کنیم. ولی بازم میگم اگر از این محتواها خوشت میاد ویدیو رو حتما لایک کن تا دوستاتم بتونن این ویدیوها رو ببینن. بریم سراغ مثال ها، ببینیم که بازار از چه قراره. حتما ویدیو رو یه نکته دیگه هم بگم، ویدیوها رو سعی کنی از اول تا آخر ببینید. چرا؟ چون که شما زمانی که من دارم توضیح میدم در بینابین این توضیحات یه سری نکات میگم که شاید ربطی به این محتوای این جلسه نداشته باشه، ولی یه سری نکات کاربردی که شما میتونید با استفاده از اونها تریدهای خیلی خوبی رو داشته باشید. مثلا توی جلسه قبل اومدیم در مورد خبرها یه سری نکته رو گفتیم که شما میتونید اگر میخواین جلسه قبل رو در واقع ندیدین حتما این بالا من لینکش رو میذارم، برید و این جلسات رو ببینید. یه سری نکته گفتم در مورد اخبار اقتصادی و یه ستاپ خیلی خوبم آخر ویدیو گفتم. کلا روال ویدیوهامون اکثرا به همین صورته که در اول ویدیو میایم قشنگ، چون ذهنتون فعالتره، دقتتون بیشتره، میایم و نکات اصلی رو بهتون میگم. بینابین ویدیو میام یه سری نکات ریز و به قول خودمونی یه سری کلک رشتی رو بهتون یاد میدم و در آخر ویدیو نکته طلایی رو بهتون میگم. پس نیازه که شما اول، وسط و آخر ویدیو همه رو با دقت گوش کنید و نکته برداری کنید تا بتونید ازش استفاده کنید. خب بریم مثال ها رو با هم دیگه داشته باشیم. اینجا میبینید که کف روز در ساعت 12:30 شکل گرفته. من بازه‌ای که دنبال ترید میگردم خب امروز میبینید که بازار هنوز به اون ساعت نرسیده. امروز رو ولش کن، بریم یه روز دیگه. از ساعت 7 الی 9 گفتیم که دنبال ترید میکردیم.
حالا امروز یه روز رنجی بوده و ما چون در لندن حرکت خوبی رو داشتیم. ببینید بعد در لندن میبینید که بازار اومده در ساعت 3:35 کف روز رو ساخته، ولی میبینید در ساعت 11:10 همونطور که جلسه قبل گفتم امروز فکر کنم پنجشنبه بود دیگه. بعد مسائل ریاست جمهوری ترامپ بود که بازار میبینید اصلا ایدئال نبود. خب اینجا چی؟ 1:50 ساخته. من میخوام 7 و 9 رو خب این بازه ماست که میبینید قبل از این حرکت ما اینجا یه حرکت شارپ داریم. خب شما با نیویورک باید عین لندن برخورد کنید. یعنی چی؟ یعنی ما در لندن گفتیم که حواسمون باید به حرکت آسیا باشه که اگر حرکت رنجی رو دیدیم میتونیم ازش استفاده کنیم. در نیویورک ما باید حواسمون از ساعت 5 تا 7 به ساعت 5 تا 7 باشه، یعنی تایم نهار لندن بزنیم. اگر در این بازه ما حرکت رنجی رو داشتیم به احتمال زیاد بازار میاد و عین جوری که لندن با آسیا برخورد میکنه اوپن نیویورک با تایم نهار لندن برخورد میکنه و شما میتونی ازش استفاده کنید. ولی اینجا میبینید که یه حرکت شارپی رو داشتیم و زیاد مناسب نیست. حالا اینجا به چه صورته؟ خب اینجا میبینید که کلا روز مناسبی برای ترید نداشتیم، چون هم آسیا رنج نبوده هم لندن حرکت خوبی رو نداشته، ولی ما میتونستیم بای بگیریم. چرا؟ چون که اگر دقت کنید میبینید که ما در تایم نهار یک حرکت رنجی رو داریم که میتونستیم در لندن در نیویورک ازش استفاده بکنیم. خب بریم اینجا ببینیم چه اتفاقی افتاده. خب این حرکت نیویورک که میبینید چه زیبا، لندن رنج بوده، بازار در تایم نهار هم حرکت رنجی رو داشته، یعنی میشود ساعت 5 دقیقا از اینجا ببینید که رنج بوده ولی یه خورده شارپ حرکت کرده. قیمت اومده پایین، یه اصلاح داشته بین اوردر بلاک و بعد به سمت بالا حرکت کرده. حالا نظر من اینه که اینجا برین در تایم پایین تاییدیه بگیرین. چرا؟ چون اینجا میبینید کف‌های برابر داریم و احتمال این که قیمت بیاد این کف‌ها رو بزنه هم وجود داره. خب از ساعت 5 امروز هم که روز جمعه است. خب میبینید که چون در لندن حرکت خوبی رو نداشتیم اینجا هم نمیتونستیم که حرکت خوبی رو بگیریم. اینجا چی؟ بریم ببینیم که یه بازار رنجی رو داریم. چرا؟ چون لندن هم چندان جالب حرکت نکرد. خب حرکت اینجا 7 و 9 میبینید که در اینجا اون ستاپ دلخواهی بوده که ما داشتیم. قیمت تایم نهار میشده از اینجا تایم نهار این کفشه، قیمت میاد در واقع این کفشه، قیمت میاد کف رو میزنه به یک اوردر بلاک در اینجا میرسه، اوردر بلاکه که در تایم اوپن لندن تشکیل شده میرسه و بعد یک حرکت شارپ خیلی خوشگل قیمت میره بالا و میتونید یه ترید خیلی خوب رو داشته باشید. حالا اگر شما وارد میشدید در واقع در این اوردر بلاک حساب هم میذاشتیم اینجا، این حرکت رو اگر میتونستیم بگیریم ریوارد 5.5 میداد. ما به ریوارد 3 گفتم که خانه
تا همینجا میتونستیم از بازار بیایم. به همین راحتی شما میتونید حرکات، حالا این حرکت برگشتی رو جزء کلوز لندن میشه که تو جلسه بعدی بهش میپردازم. یه مثال دیگه، اگر بازار لود بشه، کدوم مثال زدیم؟ بله اینجا رو گفتیم، حالا مونده اینجا حرکت لندن ما در حرکت نیویورک ما میشود از اینجا تا این ناحیه که حرکت ریزشی بوده و بازار احتمالاً در ساعت 10 یه خبر خیلی بزرگی رو داشتیم، چون همچین حرکاتی خیلی کم اتفاق میفته. جمعه هم بوده، جمعه کلا روز خوبی برای ترید نیست. یه سری قوانین وجود داره که جمعه بتونیم یه ترید خوب رو داشته باشیم. اون یه ستاپ جداگونه است که بعداً بعدها در موردش صحبت کنیم. اینجا باز هم یک روز رنج رو داشتیم، قیمت در لندن اومده سقف ساخته، شما میتونستید یک حرکت ریزشی رو اینجا بگیرید. بریم برای روز بعدی. بازار میبینید کلا اوپنش اینجاست، کلوزش اینجاست، پس یک حرکت رنج رو داشتیم در کندل روزانه که شادوهای بزرگی رو داشتیم. این حرکت هم در ساعت 8:30 انجام شده، این کف در ساعت 2:10 ایجاد شده. اینجا ساعت 7 هست، اگر من بخوام نشون بدم، در واقع این حرکت عین ستاپی که چند دقیقه پیش صحبت کردیم اینجا هم شکل گرفته، قیمت میاد به این بلاک میرسه و بعد خیلی راحت میره به سمت بالا. من نمیدونم چرا لود نمیکنه. خب لود کرد. اینو که بررسی کردیم، میرسیم به اینجا که یه روز دیگر رو داریم. ساعت تقریبا بخوام دقیق براتون مشخص کنم میشود اینجا. میبینید حرکت خوبی رو به ما نداره در این روز، ولی با این حال ما میتونستیم از اینجا یه ترید بگیریم به سمت بالا. کلا روز رنجی رو داشتیم. در روز سه‌شنبه حرکت جالبی نبود. دوشنبه هم در واقع این ساعت 4:25 شکل گرفت، کف روز رو ساخت. این حرکت ماست. حالا اگر در لندن ورود میکردید احتمالا میگفتید خب اینجا سقف روز احتمالا روند نزولیه، ولی میبینید که کف روز بازار صعودی بوده و کف روز در ساعت 4:25 شکل گرفت. در لندن میخواستیم وارد بشین و حدس نمیزدیم در ابتدای کار، چون تازه وارد هستین احتمالاً دچار اشتباه میشه. ولی اگر در نیویورک ورود کنید میبینید که قیمت اومده یه اصلاح خیلی خوشگل زده، رفته بالا. شما میتونستین یه ترید خوب رو اینجا داشته باشین. من میگم مثلا اینجا وارد بشیم، کف هم بذاریم اینجا، تارگت هم باشیم بالا. ریوارد 2.5 رو به ما میداده، خیلی راحت. حتی اگر ترید رو نگه میداشتیم، من فرض میکنم مثلا استاپ رو زیر اینجا میذاریم، احتمالا خبر داشتیم که بازار اینجوری حرکت کرده و این اگه نگه میداشتیم ریوارد 4.5 رو به ما میداد. به همین راحتی شما میتونید با استفاده از روندی که در لندن میگیرین، یعنی شما میرین بر فرض مثال در تایم 4 ساعت 1 ساعت روند رو تشخیص میدین، میایین در تایم 5 دقیقه و 15 دقیقه
از لندن یه تاییدیه میگیریم که آیا کندل روزانه قراره در جهت روند تایم 4 ساعته باشه یا نه. زمانی که این تاییدیه رو به شما داد، شما میتونید برین در نیویورک یه ستاپ خیلی خوب با یه ریوارد 1/1 یا 1/2 بگیرین و از بازار بیاین بیرون. و حواستون باشه که در نیویورک دیگه دنبال ستاپ‌های 1/5 نباشین. همین 1/1 و 1/2 کافیه. همون مثالایی که تو جلسه قبل زدم، شما یه ریوارد 2 در کل ماه بگیرین براتون کافی. بعد 6 ماه میتونین سودهای کلانی رو داشته باشین. خب مثالا رو زدم، حالا میخوام بیام و اینجا یه شماتیک دیگه میخوام بهتون نشون بدم. خب ما تو جلسه قبل گفتیم چی؟ آسیا رنج میزنه اگر روندمون سعودی باشه، احتمالا لندن میاد کف آسیا رو تاچ میکنه میره بالا. این لندن ماست. حالا در نیویورک چه اتفاقی میفته؟ ما در تایم نهار، یعنی از ساعت 5 تا 7 دوباره میام یه حرکتی شبیه به آسیا انجام میدیم و اگر و در اینجا چون ما از لندن تاییدیه روند سعودی رو گرفتیم، میدونیم که بازار به احتمال زیاد میاد کف رو تاچ میکنه و میره به سمت بالا. این شماتیکیه که شما باید بهش دقت کنید. یعنی آسیا رنج در لندن کف رو تاچ میکنه در شرایط سعودی. البته آسیا رنج میاد کف رو تاچ میکنه میره به سمت بالا تا پایان اوپن لندن. در تایم نهار دوباره رنج میزنه، دوباره در نیویورک قیمت میاد پایین، کفا رو میزنه و به سمت بالا میره. حالا برای نزولی به چه شکله؟ برای نزولیش هم بگم، بازار رنج میزنه میره بالا، سقف رو میشکنه میاد به سمت پایین، بعد دوباره در تایم نهار رنج میزنه، دوباره در نیویورک میره به سمت بالا و دوباره حرکت و ادامه روند. به همین صورت میبینید که حرکت روندهای صعودی و نزولی اتفاق میفته. حالا شما وقتی میرید در تایم بالاتر، مثلا 4 ساعته، میرین یه اصلاح رو میبینید، روند نزولی یه اصلاح رو میبینید و انتظار دارید که روند دوباره نزولی بشه. در این اصلاح زمانی که انتظار دارین روند نزولی بشه، از این شماتیک استفاده میکنین، از لندن تاییدیه میگیرین و در نیویورک وارد میشین و ریواردهای خیلی خوبی رو میتونین از بازار بگیرید. به همین آسونی شما میتونید ترید کنین و اصلا دیگه نیازی به هیچ چیز دیگه ای ندارین. خب امیدوارم که این جلسه براتون مفید بوده باشه. توی جلسه بعد بهتون تکنیک اینکه چطوری سقف روز رو در شرایط صعودی سقف روز رو تشخیص بدیم و در شرایط نزولی کف روز رو تشخیص بدیم و بهتون یاد میدم که دیگه کامل بتونین رنج روزانه رو تشخیص بدین. پس حتما ویدیو بعد رو ببین چون خیلی نکاتش مهم.